13 آبان. 13 آبان؟ اصلا چه خبره؟ من، ما، شما. یک همایش ملی سبز. یعنی میشه پاییز رو سبز کرد؟ چرا که نه؟ همه با هم. پس بیاین همه با هم پاییز رو سبز کنیم. اومدن یا نیومدن من چه تأثیری داره؟ من میرم برای ایجاد برابری جنسیتی در کشورم. من میرم که صدای بچه‌هایی باشم که صداشون به دنیا نمیرسه. بخشی از مبارزه مدنی ما برای استقرار دموکراسی در آینده ایران. من میرم چون مادر هستم تا در فردای کشورم دیگه سهراب‌ها و نداها پرپر نشن. به نظر من حضور سبز یکایک ما امیدی است برای حفظ این فرهنگ کهن و قدیمی ایران زمین. بریم تا ایستادگی و مبارزه ایرانی رو به دنیا نشون بدیم. نداها و سهراب‌ها رفتن برای حق ما. حالا نوبت منه. نوبت ماست. مگه میشه خودمون از عرصه زندگی و مبارزه کنار بکشیم؟ پس منم میرم به خاطر اونایی که جونشون رو برای آزادی دادن. حرمت انسانی، اتحاد، حقوق بشر، برابری جنسیتی، دموکراسی، مبارزه، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، فرهنگ و هنر ایران زمین. 13 آبان همه